عزیزم به نامت سلام و محبت، علیکی سلامت سلام و محبت. به هر لحظه عمری فرخنده ای تو، به صبح و به شامت سلام و محبت. درود به شما عزیزان دل و دیده. شکر زندگی که ما و شما نصیبی هستی داریم، نصیبی دیدن و شنیدن و گفتن و نفس کشیدن و مهر ورزیدن و دوست داشتن داریم. اینک برنامه سیما در سیما منظور شما. این بار ما در بابت اثر تازه انتشار شاعر خلقی تاجیکستان فرزانه بانو قندی بسته با اخلاص و محبت و صمیمیت برنامه خویش را منظور شما می‌گردانیم. و مهمان برنامه ما هستند نامزد علم‌های فیلولوژی سید عمران سیدوف. استاد عزیز خوش آمدید. شاعر خلقی تاجیکستان اساساً با ایجاد نظم معروف هستند، ولی چاپ کتاب قندی بسته اثبات می‌کند که آن کس نویسنده بی‌نظیر هم هستند. فکر شما در این باره؟ خب هزار تشکر. من از شما هدیبان سپاسگزاری میکنم که امروز به برنامه سیما در سیما ما رو دعوت کردید. واقعا پیش از آن که به سوال شما جواب دهم، اصلا همین گونه صحبت ها، همین گونه رجوع ها، همین گونه توجه ها به مسئله های ادبی، مسئله های فرهنگی، مسئله های علمی در زمان ما نهایت مهم است، برای آنکه امروز ما در یک زمان قرار داریم که تلویزیون، عموما وسایل اخبار، عموما وسایل اخبار الکترونی اینقدر پیش رفته است و انسان ها زندگیشون، روزگارشون اساساً با همین مقایسه میکنن و توسط همین اخباراتی که به گوششون میرسه زندگیشون رو میسازن. از این نقطه نظر من بسیار خرسند هستم که در تلویزیون ولایت سوق یک سلسله برنامه ها هستند که این مسئله های معنویت، معرفت، فرهنگ، ادبیات، علم رو در برابر مسائل اقتصادی و سیاسی و کشاورزی میبردارند و یکی از اونها شما هستید که به این مسئله رجوع میکنید. من بسیار خرسند هستم که امروز شما به کتاب شاعری خلقی تاجیکستان استاد فرزانه که دیروز که ما جشنشون قید کردیم و واقعا در همین جشنشون، در همین روزهای واقعا خوبشون مهمانان زیادی از کشورهای دیگر بودند، مهمانان زیاد از شهر و ناحیه‌ها از مرکزی کشورمون بودند که در مجموع در همین کنفرانس علمی که برگزار شد بسیار پهلوهای فعالیت، پهلوهای ایجادی استاد موردی بررسی قرار گرفت و در همین کنفرانس بودند بعضی موضوعهایی که بی‌واسطه به نثر استاد فرزانه بخشیده شده بودند. ولی این کتاب قندی بسته واقعا در همون شب و روزی کنفرانس برآمد و کمتر کسان آگاه بودند که در همین شکل کتاب آماده می شود. من اول گفتنی هستم که این کتاب رو دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور مطلوب خان میرزایونوس تهیه کردم و من در یک معروضی علمی همچنین در یک صحبتی خاصم به استاد مطلوب خان میرزایونوس گفتم که واقعا زحمتی فراوان کشیدم برای آنکه قریب نگاشته های بیشتر از 40 ساله استاد فرزانه جمع آوردن. جمع آوردن اصلا کاری آسان نیست. از گزیت و مجله ها و بعضی اینها از سرسخن های کتاب، مثلا در دوام این سالها بعضی کتاب های هستند که اونها نهایت به مقداری کم چاپ میشوند، به مقداری کم چاپ میشوند، اونها دسترس کردن یافتن و حد الامکان معلم توانستند که در مجموع تمام آثار نثری استاد فرزانه اینجا جمع بیارن. استاد شاعر خلقی تاجیکستان فرزانه رو اساساً جامعه همچون شاعر میشناسد، ولی این کتابی که انتشار شد از آن شهادت میدهد که معلم در نثر هم بی‌نظیر هستند. خب سخن درباره آن میرود که از آغاز فعالیتشان استاد فرزانه در نوشتن مقاله ها و یادنامه ها و سفرنامه ها و این چیزها مشغول بودند. اصلا گیریم ما اگر به تاریخ ادبیات نظر کنیم، بسیاری از شاعران ما، سخنورانی که
در جاده نظم هنروری داشتند، در نثر هم بی‌نظیر بودند. مثلا استاد صدرالدین عینی اول شاعر بودند، بعدا به نثر روی آوردند و یک نویسنده معروفی عالم گشتند. و بسیاری از شاعران ما، مثلا استاد عبدالسلام دیهاتی اگر گیریم، عبدالسلام دیهاتی ما همچون شاعر میشناسیم، ولی استاد عبدالسلام دیهاتی در برابرین آثار منثور دارند و حتی آثار علمی دارند که مثلا به نقد شعر و ادبیات بخشیده شده است. این تجربه در ادبیات ما افزون است و من خیلی فکر میکنم که شاعری خوب همزمان نویسنده خوب هم هست و گاه نویسنده خوب شاعر خوب هم هست. مثلا بعضی از نویسندگان ما شاید شعر نمی نویسند ولی نگاشته هایشان به شعر میمونند. مثلا همین فانوسی خیال آخرین کتاب نویسنده خلق تاجیکستان ستار ترسون انتشار شد. وقتی که نوشته ها و نگاشته های اون کس میخواند احساس میکند که اینقدر یک شعریت در همین نوشته ها زیاد است، در سطح بلند قرار دارد. از این نقطه نظر نویسنده عموما سخنوری خوب و هم شاعر خوب شده میتواند، هم نویسنده خوب شده میتواند و در شخصیت استاد فرزانه همین چیز بار دیگر ثابت شد. و گذشته از این نوشته های استاد فرزانه فقط چیزهایی نیستند که اونها یک از یادداشت‌ها و سفرنامه‌ها و از سرسخن‌ها و از نظرهایی که نسبت این یا اون سخنور باشد، بلکه یک قلم تحقیق استاد فرزانه در نوشته‌هایشان نهایت برملا به نظر میرسد. اون کس نسبت شعر، نسبت ادبیات، نسبت ادبیات کلاسیکی، نسبت ادبیات معاصر، نسبت ادبیات فارسی زبان جهان از جمله ایران و افغانستان و هندوستان یا حتی سخنوران فارسی زبان کشورهای اروپا نظری محققانه خودشون دارند. در نگاشته اون کس مقایسه، مقابله، بهاگذاری، نظر، این چیزها هست. از این نقطه نظر ما در سینمای استاد فرزانه در برابر یک نویسنده مقتدر، همچنین یک نفر محقق، یک نفر دانشمند بی‌نظیر علم سخنشناسی رو می‌بینیم که در همین قند بسته این چیز احساس می‌شود. و فکر می‌کنم که این کتاب اگر از نقطه نظری اهمیت گیریم، البته هر کتاب اهمیت ادبی دارد، اهمیت علمی دارد، اهمیت تاریخی دارد، اهمیت فرهنگی دارد. از هر مثلا سمت، از هر روزن ما وقتی به کتاب استاد نظر میکنیم بسیار ارزش‌ها دارد، بسیار نکته های مهم هست، ولی بازم مخصوصا برای محققان جوان، اونایی که میخواهند که به ادبیات نظری خودشون رو بیان کنند، به ادبیات حرف خودشون رو بگن، باید که از اصول تحقیق استاد فرزانه استفاده برند. برای اون که معلمه به شعر، به یک مقدسات، چون به یک مقدسات مناسبت دارند و نسبت همون شعر، نسبت همون یک زایده ذوق یک شاعری یا نویسنده واقعا بهای صریح، بهای حقیقی میدن که این نهایت مهم است. برای همین از جمله همین منصفانه بها دادن، مثلا حتی در بعضی مقاله ها نسبت بزرگترین شاعران فرزن ایران یا افغانستان یا دیگر کشور یا شاعران خودمون، اون کس نظر خودشون به یگان چیز بیان میکنن، به یگان پرده، به یگان چیز بیان میکنن که این برای محققان مهم میباشد. برای همین من در پایان همین بخش سوال شما گفته هستم که این قند بسته هم کتاب برای بلند برداشتن دانش و جهان بینی، هم کتاب برای فراغت و استراحت، هم کتاب برای شناختی شخصیتی استاد فرزانه، جهانی هم باطنیشون، دنیایشون، و همچون کتاب همچون یک دستوری بهترین تحقیقی پیشنهاد می شود که این را باری دیگر هم برای استاد فرزانه، هم برای
مصنف این کتاب مبارکباد میگم و این رو برای همه اونهایی که تشنه شعری استاد هستند، تشنه سخن استاد هستند تبریک میکنم. و در ادامه همین چیز ما میتوانیم که امروز از رسانه ها، از هر جا که معلم صحبت داشتن، معروضه های علمی داشتن یا معروضه های ادبی داشتن یا همین یک صحبتی عادی سری این یا اون مسئله داشتن، اونها هم باید به قلم کشید تا که اونها هم چاپ شود. برای اون که هر جا که معلم برآمد میکنم جای دیگر حرفشون تکرار نمیشود. ما گاهی مثلا میبینیم که یک نفر محقق هستیم، مثلا چیز هستیم، یک جا میرویم از منبر صحبت میکنیم، یک منبر دیگر میرویم باز مو صحبت تکرار میکنیم. لیکن هر دفعه مزیت، مفهوم، معرفت نو ما از صحبت های معلم میگیریم که برای همین فکر میکنم که اونها هم جمع آوردن و به کتاب وارد کردن و من بعد بهترین چیز میشود. برای همین یک بار دیگر من مبارکباد میکنم که این کتاب انتشار شد. استاد عزیز، عنوان قند بسته برای خوانندگان بسیار شوق انگیز و اندیشه برانگیز است. شما مفهوم قند بسته را چگونه معنی داد میکنید؟ نام کتاب نیز در مورد انتشار کتاب نهایت مهم است. ما بسیار وقت راستی گپ بعضی کتاب هایی که ما چاپ میکنیم، بعضی از نفرها هم کاران ما چاپ میکنن، ما همیشه که به معلم مراجعت میکنیم، که به استاد فرزان مراجعت میکنیم که یک نام خوب بگویند، زیرا اون کس در انتخاب نام هم بی‌نظیر هستند. بسیار نفر شاعران جوان، محققان جوان شاید این حرفی من دستگیری میکنن که اونها کتاب‌هاشون با مصلحت معلمه به عنوانی که معلم پیشنهاد میکنن چاپ کردن. برای همین قند بسته هم یک چیزی جالب است. اصلا سخن درباره قند میرود، و من فکر میکنم که قند، خود قند این کلمه معرب شده کند است. کند مانند اون که مثلا در گذشته ما پیل میگفتیم، عرب ها فیل گفتن و اونو ما از نو قبول کردیم، فیل شد. این هم خیلی اصلا کند بود. اون مثلا عرب ها که حرفی کاف ندارن آمد قند شد. و از همین نقطه نظر بسیار اشاره بر اون دارن که همین قند این یک ماده است که از همین گیاهی نیشکر از اون میسازن، اون یعنی این قند است یا شکر است یا قند. و اینجا که قندی بسته میگوییم، اصلا این قندی بسته ifade خود استاد فرزانه است. در اشعار کمال خوجندی قندی بسته نه، در اشعار کمال خوجندی قند بسته است. من اینجا میخوام یک بیت برای چیز خوانم، همین وابسته به قند بسته. در قند بسته میگوید که شکر پیش آن لب دروغ شیرین، به چندین گره بر نی قند بسته. اکنون قند بسته چه تحلیل میکنیم؟ مثلا یک عباره دیگری هست، دل بسته هست. مثلا کلمه دل بسته است. دل بسته کسی که دل رو به کسی میبندد. قند بسته، خودی کلمه قند بسته معنیش آلوده قند بودن، یعنی چیزی که به قند آلوده است. یعنی این مفهوم ifade میکنند، لیکن در مجموع شیرین، گوارا، با لذت ifade میکنند. این در شعر کمال خوجند است. و اصلا در شعر کمال خوجندی بسیار عباره های دیگر هم هستند، مانند قند زبان هستند، خودی قند بسته است. خوب مثلا قندیل هست که خوب ما قندیل میدونیم. با قند بسیار چیز. اصلا کلمه قند نهایت در شعر فارسی تاجیکی و در شعر اشعار کمال خوجندی هم بسیار استفاده برده شده است. ولی اینجا قندی بسته استاد فرزانه کمتر مفهوم دیگر دارد. یعنی این اون قند بسته کمال نیست. قند بسته این که است، یعنی یک بسته که درونش قند است. یعنی با اون معنی بله یعنی همون پیچیده در نظر دارن، چی نظر دارن. لیکن از دیگر طرف گیریم در برابر قندی بسته بودنش این کتاب قند بسته هم هست، برای اون که داخل اون همون شیرینی و با لذتی و شکر است. از این نقطه نظر و این عنوان کتاب، همین عنوان کتاب بیهوده هم اینجا نامده است. اول اینکه این معنی دارد، دوم در کتاب یک مقاله هست با نام قندی بسته. قندی بسته که به نام از
جانبی استاد ایجاد شده است. به کتابی دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور شادروان استاد ارجمندی ما عبدالمنان نصرالدین سحری مبین که اون زمان استاد خواهش کرده بودن که یک مقدمه یک سرسخن همین کتاب رو استاد فرزانه نویسن و استاد فرزانه همین عنوان همون مقاله قندی بسته ماندن و من اندیشه میکنم که بهترین نام است و هر یک مقاله هر یک بخش این کتاب کامها رو شیرین میکنند مانند آنه که ما قند میخوریم و قندی واقعی دهان شیرین میکنیم ما به این قند وجود ما شیرین میکنیم هستی ما شیرین میکنیم بله معرفت میبرداریم و جهانی معنوی خود ما غنی میگردانیم. فرزانه بانو در مسائل شعر نیاکان به شخصیت نجیب اجداد بسیار رجوع کردند و در برابر این نگاهی مشخص خود را در بابت شعر شاعری شخصیت و حیثیت ادیبان در بسیار نکته‌های این اثر ابراز داشتند. در این مورد نظر و اندیشه شما را میخواستم دانسته باشم. خوب من بسیار میخواستم که همین کتاب به دست گیرم برای اون که این کتابی قندی بسته که در دست ماست. اصلا این کتاب از چند باب عبارت است از چند فصل عبارت است. اینجا یکم فصل مقاله ها، دوم فصل نامه ها، سوم پیشگفتارها، چهارم سفرنامه ها، پنجم مهرنامه ها، سپاسنامه ها و یادنامه ها و هر یکی از این فصل ها در ذات خودش بی‌نظیر است. عجیبش در آن است که در همین فصل ها یا اینکه در همین بخش های کتاب مقاله های جمع آمدن که اونها مقاله ها مربوط به مفهومشون یک جهانی معنی هستند. مثلا در مورد مهرنامه ها ما می توانیم یک مناسبت خاصه یک مهر به اندازه شاعر رو نسبت این یا اون شخصیت های بی‌نظیر دریابیم و نسبت استادان، نسبت همکاران، نسبت پیوندان یا مثلا در مورد یادنامه ها هم همین یادنامه هایی که استاد نوشتن این یادنامه ها واقعا هم درباره شخصیت هایی که برای امروزیان جزئیات زندگی و روزگار آنها نهایت مهم است. دانستن آن برای امروزیان مهم است که معلم به طریق خودش به نظر خودشون. یک چیزی جالب است که مخصوصا در همین یادنامه ها یا مهرنامه ها، من مخصوص مهرنامه و یادنامه ها را به خاطر چی میگم؟ به خاطر اون که در همین جا یک خصوصیتی خاصی استاد فرزانه احساس می شود که همین بعضی از جزئیات ها، بعضی از خصوصیت ها، بعضی از خصلت های انسان های مشخص رو نه هر کس توجه میکند و در میابند، لیکن معلم همین چیزهای میابند. یک چیزهای از انسان ها میبینند که و یک چیزی مولانا هست که میگه نظر را نقص کن تا نقص بینی، برون از پوست شو تا مغز بینی. همین معلم نظری هستند که نظری نقص دارن برای همین فقط نقص رو میبینن با اون خاطری که از انسان ها یک چیزهای دریاب میکنن که شاید همون انسان موصوف شده یا همون انسانی که مورد مخاطب قرار دارد همون انسان خودش درک نکرده است که این یا اون خصلت دارد. از همین نقطه نظر این نهایت مهم است. ما اصلا واقعا بسیار وقت ما به روزگار این یا اون نفر نگاه میکنیم، درباره تجربه های زندگی صحبت میکنیم، درباره نگاشتار صحبت میکنیم، نوشتار صحبت میکنیم، لیکن معلم این یک خصوصیت یک خصلت به انسان بها میدن. مثلا با یک نگاه. بله با یک نگاه. از همین نقطه نظر این چیزی مهم است. ولی اینجا من میخوام تذکر دهم همین مقاله ها یک برداشتی خاصه استاد فرزانه درباره ادبیات، درباره شعر، درباره سخن و درباره شاعرانی واقعا معروف. و یکی از مقاله هایی که در همین کتاب آمده است عنوانش دریای سوزان است و من میخوام خاطررسانی کنم که چند سال مقدم مجموعه نگاشته های استاد با نام دریای سوزان از جانب مبشر اکبرزاد انتشار شده بود و مبشر اکبرزاد اونجا سال 2014 اگر خطا نکنید
به تب رسیده بود. 2014 بله به تب رسیده بود و اون زمان مبشر اکبرزاد هرچی که دسترس بود اونها اینجا آورد و همین دریای سوزان عنوان از مقاله استاد فرزانه در مورد شاعر ایرانی فروغ فرخزاد. من میخواهم همینجا در همین مورد چند نکته جالب بیان کنم. در مورد شناخت فروغ فرخزاد بسیاری از محققان، نویسندگان، عالمان، دانشمندان نظرهای خودشان گفتند، برای آنکه فروغ فرخزاد واقعا از شاعران تیراژ اول ادبیات فارسی عالم حساب می‌رود. واقعا من همین کتابی قند بسته رو واقعا مخصوصا قسمتی همون اول قسمتی مقاله ها رو از نقطه نظری اون که تا کدام اندازه استاد فرزانه نسبت شعر، نسبت شاعر، نسبت سخنور اندیشه دارن عمیق آموختم و اینجا من میخوام بعضی نقطه رو بیان کنم. همین دریای سوزان استاد فرزانه درباره شعر فروغ صحبت میکنن و فروغ رو، وجود فروغ رو، همین هستی فروغ فرخزاد رو به همین شور و غیلان روحیه مولانا مانند میکنن. اون کس میگویند که فروغ یک مولانای دیگر است و از جانب دیگر ما اینقدر احساس میکنیم که خودی معلمه هم یک اندازه به همون شباهت دارن و یک جا میگویند که من شعر فروغ رو نه برای شعری عنعنه یا نو بودنش بلکه برای شعری روحی من بودنش دوست میدارم. ببینید اینجا یک نکته عجیب است. میگه که هر کس مثلا شعر فروغ، مثلا فروغ بعضی اندیشه های اوریان دارد، بعضی اندیشه های محرمانه دارد، شاید یک نفر برای این دوست میدارد، برای اون دوست میدارد، لیکن این کس میگه که من فروغ برای اون دوست میدارم که برای اون که شعر او شعر روحی من است. این معنیش همین که وقتی که من شعر او رو میخونم من خودم رو در آن مییابم و همزمان باز خودشون میگن که فروغ رو من به مولانا برابر میکنم. و ببینید این یک چیزی است که علاقمندی روحی شعر. و در همینجا در ادامه استاد فرزانه میگن که فروغ فرخزاد رو نهایت خوب میفهمم، من درک میکنم، ولی من هرگز نمیخواهم که سایه فروغ باشم. ببینید این چیزی بله سخن درباره اون میرد که اون کس میگن که من یک نفری هستم که با وجودی اون که من مانند فروغ شاید گفته نمیتونم بگم، فروغ بزرگیش احساس میکنم، به جانم درک میکنم، ولی همزمان من نمیخواهم که فروغی دیگر باشم. ببینید این چیزی مهم است. متاسفانه بسیار وقت شاعران ما، بعضی از شاعران ما یا بعضی از سخنوران ما پی تقلید میروند و اونها در سایه تقلید این یا اون شاعر میمانند و معلم البته از آغاز ایجادیاتشون نسبتی خودشون سرطلب بودن. اون کس میخواستند که برای خودشون پیراهی خودشون دریافت کرده باشند. اگر استاد ما نظر کنیم به شعرهای فرزانه بانو چقدر عالی، صمیمی، بالایی شعرها هستند که از مولوی ما کم دیده نمیتونیم. خیلی عالی شعر میگویند، بالاتر از فروغ هم شعر گفتند، لیکن هر جا فرزانه بانوی ما که افتخاری ما هستند خاکساری پیش میکنند. همینطور نه؟ یک مقاله دیگر در همین کتاب با نام شعر خاکی، شعر آبی و شعر آفتابی درباره شعر فروغ و دیگر شاعران اینجا سخن می رود و من بسیار میخواستم در همین مورد توجه هم بینندگان، هم توجه شما و هم آنهایی که نسبت شعر فهمیش دارند، محبت دارند گفتنی هستم که استاد در همین مقاله هم درباره فروغ فرخزاد و هم درباره اخوان سالیس اندیشهشون رو میگن که اونها در همین پای قرار دارند و در همین مورد اشاره میکنند که شاعران ما از جمله استاد لایق میگویند در پای این شاعران قرار دارند و در همین مقاله استاد فرزانه اوید به شعر تاجیکی ادیبان معاصر ما حرف میزنند درباره شعر گلرخسار، درباره شعر بازار صابر، درباره شعر استاد مومن قناعت، درباره شعر استاد لایق و میگویند که این شعرها
بازیافت‌هایی که سخنوران ما میکنن از بازیافت‌ها از شعرهای شاعران ایران و افغانستان کم نیستن. و عجیب هم میگویند که اگر شاعران ما مانند اونها میگویند در دنیا مشهور نشده‌اند، شاید این جرمی مترجمان باشد، جرمی اونهایی باشد که اون چگونه ترجمه کردن. و عجیب امین است که استاد فرزانه اینقدر احترام بزرگ به شعر تاجیک دارند، به شعر معاصر تاجیک دارند، به اشعار شاعران معاصر دارند و همیشه که بر آن عقیده هستند که شعر تاجیکی شعری خاص است. و مخصوصا درباره استاد لایق چند مثال‌های جالب می‌بیارند، چند مثال‌هایی که از اشعار استاد لایق در همین مقاله می‌بیارند و ذکر می‌کنند که شعر لایق شعر صرف تاجیک است. بازیافت‌های استاد لایق بازیافت‌های بی‌نظیر هستند. از همین نقطه نظر در همین بخش مقاله ها من مخصوص همین بخش میخوام ذکر کنم که استاد فرزانه همچون یک نفر محقق، همچون یک نفر داننده خوبی شعر، همچون یک نفر داننده خوبی زیر و بم شعر خودشون رو معرفی کردن. و ما یک مقاله هم انتشار کرده استادیم پیرامون همین کتابی قندی بسته که اونهایی که میخوان مثلا بیشتر در این مورد نظری ما یا عموما نظرها را بفهمند میتوانند به همین مقاله رجوع کنند. و تا جایی که گفتیم استاد فرزانه همچون شاعر به شاعران میتوانند بها دهند، همچون شاعر همچون محقق به سخن بها دهند و همچون یک نفر رهکشای پیراهی نوی شعر خودشون رو معرفی کردند که من فکر میکنم که این باعث افتخاری همین ما و شماست. در دوران شوروی من شاعرانی برگزیده خلق تاجیک من شاید نامشان به بیرون به جهان نبرآمده است و امروز برابر صاحب استقلال شدن دولت تاجیکستان پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با عموما به ادبیات به شاعران ما عموما به کتاب‌های آنها توجه خاصه می‌دهند و راه امروز گشاده است. تمام دنیا امروز از فرزانه بانوی ما افتخار می‌کنند. سال 2007 ما یک گروه به ایران سفر داشتیم. در همونجا البته پیش از همه سخن از رودکی میگفتند، سخن از لایق میگفتند، از فرزانه بانو میگفتند که این افتخاری ما بود. شما خیلی درست قید کردید و من برای شما سپاس میگویم که تا حد امکان قندی بسته را برای ما باز نمودید و ما و بیننده های ارجمند ما از قند شیرین و شیردار تاجیکی کام شیرین کردیم. از بس که این قند چنان که خودتان اشارت کردید در چندین کاغذ پیچیده شده است، امیدواریم که ادبیات شناسان و محققان ما باز هم به این موضوع تازه به تازه رجوع می کنند. در مجموع نظر شما به آثار نثری فرزانه بانو چگونه است؟ پیرامون قندی بسته اون صحبتی که من شما داشتیم این قطره از بحر است و ما در یک برنامه نمیتوانیم که کلا در این مورد صحبت کنیم و من اندیشه میکنم که همین کتاب رو ما باید که به قلم خونیم زیرا این کتاب امکان میدهد که ما در مورد تاریخ ادبیات، در مورد هم نظری ادبیات، در مورد عموما چهره‌های تاریخی، چهره‌های فرهنگی، چهره‌های علمی یک معلوماتی تازه پیدا کنیم و همون در مورد چند بخش‌ها که صحبت کردیم من همینجا میخوام اوید به یک بخش کتاب که بیشتر به از سرسخن‌های استاد عبارت است حرف زنم، برای آنکه استاد فرزانه همچون شاعر در برابر اون که خودشون شعر میگویند، در برابر اون که خودشون یک مقام و منزلتی بلند پیدا کردن، اون کس راهنما و مرشدی صدها نفر شاگردها هستند، شاگردان زیاد دارند و همین کتاب یک بار دیگر ثابت میکند که در بیشترین شاعران امروز شاید علاقه کلان سال هستند یا شاعران جوان ما معلم سرسخن نوشتند و اکثر سرسخن ها در برابر اون که سرشار از محبت است، سرشار از مهر است و از صمیمیت، از سری صمیمیت نوشته شدن، معلم در اونجا بسیار نکته های مهمی ادبی، بسیاری از نکته های مهمی
ایجاد بیان کردن برای هر یک نفر محقق، هر یک نفر ادیبی جوان. اون کس حرفی گفتن که تا فردا سخنی خودش داشته باشد، حرف خودش داشته باشد. از این نقطه نظر دیروز استاد شاعر خلق تاجدان احمد جان رحمتزاد در یکی از نشست‌های ایدانه استاد فرزانه در یکی از محفل‌ها گفتند که در برابر اون که جوانان پیرو استاد فرزانه هستند و از استاد بسیار برداشت کردن، لیکن یک زمره نویسندگان، یک زمره ادیبان، یک زمره شاعرانی نیست هستند که اونها برابری همسین سال استاد هستند. حتی بعضی اونها از استاد کلان هستند، لیکن اونها هم از همین مکتبی معنویت، از مکتبی ایجادی استاد فرزانه برداشت کردند. و یک چیزی جالبم بازم از استاد احمد جان رحمتزاد میخوام اینجا ذکر کنم که پدیده به دایره ادبی ولایت سوخت وارد شدنی در همون دوره جوانیشون بالا کرد، وارد شدنی استاد فرزانه فضای ادبی رو در همین قسمت شمالی تاجیکستان در ولایت دیگر کرد و همین آهسته آهسته تاثیر کرد به تمامی دایره های ادبی کشور عزیزمان تاجیکستان. یعنی استاد فرزانه با هستیشون، با همین اشعارشون، با نظر و اندیشهشون یک تأثیر بزرگ بر روند ادبی ما وارد کردند. و یک چیز هست که دیروز من با استاد عبدالجبار سروش یک صحبت داشتم و عبدالجبار یک مقاله خوبم نوشتن در مورد عرفان در شعر استاد فرزانه. پیروی از آن کس، آموزش آثارشون، آموزش سخنشون، آموزش هستیشون انسانها رو برای رسیدن به رسالت اصلی انسانشون میبرد. و اصلا خدمت شاعر این است که انسانها رو انسانتر کردن، انسانها رو برای راست هدایت کردن. و واقعا هم همین امروز در فضای ادبی و علمی ما موجود بودن استاد فرزانه همین چیز ایجاد میکند، انسانها رو هم به نیکی و هم به زیبایی و هم به دانایی، هم به نیکی و هم به زیبایی و هم به دانایی ترغیب میکند، تشویق میکند که من به استاد ارجمند عمری دراز خواهانم باشد که قلمشون همیشه سبز باشد. و من باور دارم که شعرهای نو، آثار منصورشون نو به نو انتشار می شود و مقبول خوانندگان سرشمارشون میگرد. تشکر استاد ارجمند. شما یکی از چهره های برگزیده ساحه ادبیات علمی تاجیک هستید. ما نیز از شما افتخار میکنیم. یک سوال کوچک به شما از فرزانه بانو، در بسیار موردها، در بسیار نشستها بسیار آدمان میپرسند، میگویند که هر گاهی که ما شعرهای فرزانه را میخوانیم یا کتابشان را ورق میگردانیم یک چیزی تازه را در میابیم، یک نوشته تازه، یک کلمه، یک واژه تازه. این سخن ساختن ها از کجا سرچشمه میگیرد؟ یا اینکه بعضی ها بر آن نظرند که گویا که از آسمان می آید، یک نگاه میکنند فرزانه بعد سخنشان رو دوام میدن. شما چه خیلی که قید کردید این سخن یگان مراتب تکرار نیست، همین از بسیار خواندن است، بسیار دانستن است. شما چی میگویید؟ بله، ابو علی ابن سینا علامه میگوید که آنچه از لطف زیبایی، آنچه از لطف زیبایی در جهان هستی پدید نیامده است خیال شاعر آن را می آفرد و به وجود می آورد. تصور کنید که خیال شاعر چیزی را به وجود می آورد که انسان‌های دیگر آن را دیده نمی توانند. لیکن من همین خیلی فکر می کنم که اصلا شاعر این رسالتش، رسالت ازلی هنوز به این دنیا نآمده، الکی او شاعر بود. مثلا میگویند که به آموختن و به از بر کردن شعر و به جلد کتاب خواندن شاعر خوب نمیشد. این الکی خداوند آفریدگار اون الکی گیلش وجودش به همون شعر و به زیبایی سریشته است. این است. دوم، لیکن با وجود این انسانی که احساس میکند که همین گونه شعر گفته میتواند، انسانی که احساس میکند که او
دوروی نیروی ایجاد است، البته او باید در جستجو باشد. و استاد فرزانه در همین کتابم در چند جا ذکر شده است که مثلا اولین کتاب هایی که از دست استاد لایق، مثنوی معنوی یا دیوان شمس تبریزی، این کتاب ها رو گرفته در یک مدتی کوتاه حفظ کردند، خواندند و گذشته از این معلمه از ادبیات جهان باخبر هستند. اینجا مثلا ترجمه اثرهاشون یک حرف دیگر که این چیز است. برای همین استاد هم آثاری چیز ادبی و عرفانی، هم آثاری علمی، هم آثاری سخنورانی خارجی کشور، همین این در مجموع استاد همین در مطالعه هستند و همین این چیز البته اون کسی همچون یک نفر ایجادکار معرفی میکند و البته ساختن کلمه زیبا، ساختن عباره زیبا، ساختن یک مفهوم زیبا برای اون شاعر دست میدهد که او واقعا هم دانشمند است، خردمند است و همیشه در جستجو است. از همین نقطه نظر همین چیزهایی هستند که در وجود استاد فرزانه که اونها میتواند بازم چخیل که در بالا گفتیم تاثیرگذار باشد به انسانهای دیگر. اصلا شاعران برای چی شعر می‌نویسند؟ اصلا شاعران زیبایی را ایجاد میکنند برای اینکه انسان در تکاپوی حیاتش وقتی که یک شعر، یک سخنی خوب گوش میکند، برای خودش قبول میکند، او زندگیش میتواند تغییر دهد. یک شعر میتواند انسان تماما از یک راهی نادرست برای درست تلقین کند و شاعران را مردم دیوانه خو گویند لیک شعرشان را خوانده خوانده آدم میشود. اصلا شعر شاعر آدم را آدم میکند. از این نقطه نظر فکر میکنم که استاد فرزانه نفری هستند که هم تربیتگری انسان ها، تربیتگری روحی انسان ها و بازم میگویم که آفریدگار همیشه اون کسا در پناهش نگه دارد. الها وقتی که از اشعار فرزانه بانو میخوانید به دریای شعر و سخن، به دریای زیبایی غوطه‌ور میشوید، صدف ها رو برون میکشید و هم آنجا موسیقی هست، هم ترانه هست، سرود هست. چی میشد که به این صحبت زیبا یک ترانه را ما همراه کنیم؟ امروز بسیار استادان صنعت، بسیار هنرمندان اصیل از اشعار فرزانه بانو سرودند. هنرمندان دیگر دولت‌های خارجی هم روی آوردن به اشعار فرزانه. این لحظه ما یک ترانه ناب همراه شنویم. اصلا از اشعار استاد فرزانه بسیار نفر را از جمله استاد جوریبک مرادوف، جوریبک نبیوف، شهرت نبیوف، خدا رحمتی حسین جان یوسفوف، بسیار سرایندگان جوان هم از جمله حلیم جان سلیمی، چند نفر ها، البته محیدین غازیف مخصوصا چند، اصلا محیدین غازیف از نفرهای اولینی هستند که با اشعار استاد فرزانه روی آوردن که نهایت جالب است. بسیار میخواستم سخن که درباره استاد محیدین غازیف رفت، اگر یک سرودی استاد محیدین غازیف شنیده شود. سلامت باشید. سلامت باشید. زهری صبح میابم طریقی پاک دامانی، ولی چون تیر شب دارم همانا خوی شیطانی، توی آنها زیر و نازیر که هر گامی کجی را نبودستی و میبینی، ندیدستی و میدانی. من نازکتر از شبنم و کام شب نخواهم بود، فقط خورشید را شاید چنین مشابه رضوانی. ندارم رنگ افزنی تا مژده گرمی تو را آرد،
خورشیدی و باکی سره های نور میخوانی. در آن فصلی شکفتن ها تیره بی باد میخوردم. کجای آفتابی من در این روزای بارانی؟ اگر گویم که پیدایی همه بینم که پنهانی، وگر گویم که پنهانی همه بینم که پیدایی. تو آنی که به کس نیکی کنم نزدیک می آیی، وگر با دشمنی کس بکوشم دور میمانی، وگر با دشمنی کس بکوشم دور میمانی. استاد ارجمند، من جهانی سپاس میگویم که ما رو از ایجادیات پر آب و رنگ و ایجادیات سبز فرزانه بانو به خصوص کتاب قند بسته جهانی ما رو منور کردید، مزین کردید. برای شما به بودن شما ما سپاس میگوییم و تمنا میکنیم که باز هم در دیگر برنامه ها با سخنهای جالی، با اندیشه های بیکرتان برنامه ما را رنگین کرده باشید. تشکر میگویم. عزیزان ارجمند، در فرجام برنامه با تعبیر فرزانه بانو گفتنیم: به یاران به یاران به یاران سپاس، برای محبت هزاران سپاس، هزاران هزار از عدد بیشتر، زیما بر همه دوستداران سپاس. گلی سپاس و اخلاص و محبت نثار شما باد. اینجا رسیدیم عزیزان به فرجام برنامه. تا دیدن دیدار سربلند و سعادتمند باشید.